به نام خدا. سلام، خوش اومدید به برنامه خودتون. تو برنامه امروز می‌خوایم یه استانبولی درست کنیم. استانبولی خیلی طرفدار داره و غذای بسیار خوشمزه‌ایه. بچه‌ها خیلی این غذا رو دوست دارن به خاطر طعمش، رنگش و شکلی که داره. دو تا ترکیبی که ایرانی‌ها خیلی دوستش دارن درش هست، یکی سیب زمینیه، یکی برنج و گوجه فرنگی هم که خب یه گیاهیه که خیلی خیلی دوست داشتنیه و خیلی هم خوشمزه است. خیلی کم پیش میاد که بعضیا گوجه فرنگی رو دوست نداشته باشن. اما استانبولی که امروز میخوایم درست کنیم بسیار بسیار متفاوته. یک استانبولی باز یکی از نقاط ایرانه که بسیار جالب پخته میشه. توش زرش، خلال پسته و بادوم و یه دیگه مرغ پخته شده اگه داشته باشین خلالش میکنیم. قدیمی ترین استانبولی ترکیب فقط سیب زمینی و رب و گوجه فرنگیه، اما یکی مواد بهش اضافه شده و فوق العاده هم خوشمزه است. حتما برنامه امروز رو ببینید. و اینم به شما بگم ما یه اینستاگرام داریم که توی این اینستاگراممون که @بهونه3 هست، شما خیلی از رویدادهای آشپزی، خیلی از آشپزی که دوستان یاد بگیرین، اینا همش رو هست، میتونید ازش استفاده کنین و لذت ببرید. و یکی از کارهایی که میتونید بکنید که برای دوستانتون که خارج از کشور و دلشون میخواد آشپزی ایرانی یاد بگیرن، این اینستاگرام ما رو براشون بفرستیم. من یه توضیح بدم در مورد ظروف چدنی. من یکی از نکات بزرگ و حسن بزرگ چدن مقاومت شه. این که شما تو بعضی از برنامه‌ها می‌بینید که ما قابل هممون داریم قابلمه چدنی استفاده می‌کنیم و میایم از یک کفگیر فلزی استفاده می‌کنیم، به خاطر این مقاومتیه که این قابلمه داره. و از همه جالب‌تره بهتون بگم این قابلمه‌های چدنی دستسازن و خیلی ارزشمندن. حالا مفصلا در موردش صحبت می‌کنیم. این نکته دیگه فقط برای حفظ و نگهداری بیشتر این قابلمه‌ها وقتی داغن نباید آب سرد توشون بریزین، باید بذارین تا گرماشون بره، بعد آماده شستشو بشن. بیایم با هم آماده بشیم برای درست کردن یک استانبولی بی‌نظیر. برای درست کردن این غذای خوشمزه اولین کاری که بکنیم وقت تلف نشه اینه که یه پیاز بزرگ رو که خلال کردیم میندازیم توی قابلمه. پس پیاز رو اضافه کنیم و حسن ظرفای چدنی که روغن خیلی کم میخواد، یه مقدار کمی روغن میریزم. پیازای خلال شده رو پهن میکنم. توی این فاصله میرم سراغ گوجه فرنگی. 5 تا گوجه فرنگی رو از قسمت درشت رنده میکنم. میتونید تو غذا سازم بندازینش، ولی من ترجیح دادم که خودم رنده‌شون کنم. بندازین تو غذا ساز، سریع میتونین رندش کنین. ولی حالا وقتی رنده دستی هم داریم کاری نداره که بخوایم اینو با دست انجام بدیم. گوجه فرنگی که انتخاب میکنین یادتون باشه خیلی مهمه. گوجه فرنگی ها لکه های سبز اطرافشون نداشته باشن. سعی کنید گوجه فرنگی حتما قرمز باشه و اگه برای سالاد میخواین استفاده کنین ازش سفت باشه و اگه برای آشپزی میخواین ازش استفاده کنین خیلی مهم نیست که گوجه فرنگی سفتی داشته باشین. در ضمن هم بهتون بگم برای اینکه مثلا ممکنه شما 1-2 کیلو گوجه فرنگی خریده باشین و تو یخچال مونده باشه ازش استفاده نکرده باشین.
سریع میتونیم باشه استانبولی خوشمزه و خیلی غذاهای دیگه باش درست کنیم. یه سوپ گوجه فرنگی با انار هم هست که همین الان بهتون میگم چجوری درست میشه. وقتی که گوجه فرنگی رو بزنید، از 1 کیلو گوجه فرنگی رو رنده کنیم، بعد بذاریم با یه قاشق غذاخوری رو بپزه، یعنی سرخ بشه. وقتی که سرخش کنید تغییر رنگ داد، اون وقت بهش 1 لیتر آب گوجه فرنگی اضافه کنید، 1 لیتر آب مرغ اضافه کنید، کدو و سبزیجاتی که دوست دارید تو خونه و اضافه می‌دن بهش اضافه کنید، بذارید خوب بپزه. آخر سر یه مقداری برنج خورد شده بهش اضافه کنید، خیلی آش خوشمزه میشه. بگذریم از اون. پیازه که یه مقداری رنگ شد، گوجه فرنگی رو بهش اضافه میکنم. بعدش میرم سراغ رب گوجه فرنگی و شروع میکنم به باز کردنش. وقتی رب گوجه فرنگی رو اضافه کردیم، میذاریم تا یه مقداری رنگش باز بشه. خیلی غذای ساده و آسونیه، خیلی. یه کاری که اینو خوب گوش کنید، یه کاری که بعضیا انجام میدن، من بهتون توصیه میکنم که این روش بهتره، اینه که بعضیا سیب زمینیای مربع خورد شده رو، بعضیا مربع خورد رو که میخوان اضافه کنن، سرخ میکنن و بعد میریزن. این کارم میتونین انجام بدین، یعنی میتونین هم در واقع سیب زمینی رو سرخ کنین بعد اضافه کنین به برنجتون، ولی بهتر و سالمترش اینه که اگه نشاسته شه و ارزش غذایی شه و غذای سالمتر کم سرخ شده تری داشته باشیم. اینجا بیاین اول برنج رو اضافه کنیم، خیلی جالبه این روش آشپزی، خیلی روش جالب و عمومی تری از نظر برنج. وقتی ایرانی ها برنج آبکش میکنن خیلی خیلی خاص خود ایرانی هاست، ولی وقتی ما با یه روش این شکلی داریم آشپزی میکنیم، خیلی روش در واقع میشه گفت شبیه روش اسپانیایی ها و ایتالیایی هست، یعنی مثل ریزوتو درست کردنه یا پایلا درست کردنه. یک کمی برنج رو تفت میدن، سیب زمینی رو اینجا بهش اضافه میکنیم، همش میزنیم، زرشک رو اینجا اضافه میکنم یه مقدارشو، خلال پسته و بادوم و یه مقداری اینجا اضافه میکنم. چرا میگم یه مقدار؟ برای اینکه اینا رو میخوام بعدش یه تفتی بدم تو تزیین غذا ازش استفاده کنم. حیفه وقتی غذا رو میکشی اینا خیلی زیبا میشه. یه مقدار از این خلال شده رو میریزم، اینم نگه میدارم و کل مواد رو با هم مخلوط میکنم. چی نزدیم بهش که خیلی مهمه؟ نمک و فلفلش. این غذا فلفلش فلفل قرمزه، حتما از فلفل سیاه استفاده نکنین، حتما فلفل قرمزشو بریزین. اینم نمکش. و بعدش هم میریم سراغ آب. از ما پرسیده بودید که غیر از این که چجوری بخوایم نگرش شدن نگه داریم، ظرفای شدن نگه داریم، ببینیم خیلی از مایتابای تفلونی که شما تو خونتون دارین، اولی مقدار آب میریزم بازش میکنم بعد. خیلی از مایتابایی که شما تو خونتون دارین تفلون، باید حتما وقتی مایتابا رو میچینید و هم بینش پارچه یا یه در واقع اسفنجی چیزی بذارید. چرا؟ چون مایتابا وقتی شما کشو یا کمد در واقع کابینتتون رو باز بسته میکنید، اینا بر اثر حرکت کردن خط میندازن. اما یکی از حسنای چدن اینه
که شما اگه تابه های قابلمه رو هم بچینید، هر چقدر هم اینا رو هم حرکت کنن و استکاک روشون ایجاد و در واقع این حرکت بکنه، هیچ اتفاقی برای این قابلمه نمیفته. اینم گفتم بگم برای خیلی کسایی که براشون مهمه. حالا تو قابلمه رو ببینید چقدر این ترکیب رنگی زیباست. زرشک هست، پسته هست، خلال بادوم هست، سیب زمینی هست، پیاز هست، خلال مدین که با چقدر کم مرغ درستش کردیم و غذای بسیار عالیه. من آب میریزم، یک کمی همش میزنم، در این حد آب دیگه کافیه، زیاد نریزین که خمیر بشه. اولم درشو می‌بینیم بذاریم بجوشه قشنگ، یه مقداری که آبش کم شد درشو بذارین. چون اینو میگم که خمیر نشه. البته بهتون میگم وقتی به این حالت آشپزی میکنید برنج کته‌طوره، میفهمید؟ یعنی اون حالت چسبندگی نشه و خیلی خوشمزه تر میشه. این دیگه به حالت آبکش نیست. وقتی شما پایان برنامه رو دیدین میبینید برنج در واقع حالت کته‌طور داره. درش نمیبندم که این زیبایی ها رو تا آخرین لحظه ببینید. از اینکه برنامه خودتون رو دنبال میکنید ازتون سپاسگزارم. سعی بکنید به تاریخ آشپزی ایران اهمیت بدین، به سنت های آشپزی ایران اهمیت بدین. آشپزی سنتی ایران خیلی اهمیت داره. بناهای قدیمی، خونه های قدیمیتون رو تخریب نکنید، تبدیل کنید به آپارتمان. سعی کنید اینا رو حفظ بکنین. در واقع اقامتگاه های بومگردی سعی کنید اقامتگاه خونه های قدیمیشون بکنین. غذای سنتی ایرانی رو توش بدین. بسیار بسیار هم از نظر درآمدزایی هم از نظر در واقع اقامتگاهی بسیار مردم اینا رو بیشتر دوست دارن و دلشون میخواد بیشتر با فرهنگ خونه های شما، مناطق شما و اون شهرهای شما آشنا بشن. اگه کسی پا میشه میره مثلا آذربایجان، دوست داره غذای آذری بخوره، دلش نمیخواد میرزا قاسمی بخوره. یا اگه کسی میره جنوب ایران قشم کیش یا بندر عباس، دلش نمیخواد زیتون پرورده بخوره یا غذاهای در واقع بادمجون با سما بخوره، دلش میخواد با یه ماهی جنوبی، با یه میگو پلوی جنوبی یا با یه خورشت سنتی جنوبی آشنا بشه. سعی بکنید یک بناهای قدیمیتون رو حفظ کنید، میراث فرهنگی کشورتون رو حفظ کنید، آشپزی که خیلی اهمیت داره حفظ کنید و ما میراث فرهنگی و آشپزی رو مدیون مادران مهربونی هستیم، نسل به نسل سینه به سینه این آشپزی رو برای ما حفظ کردن و همیشه ازتون ممنونیم. خیلی ممنون. این غذا رو حتما درست کنید، مطمئنم بی نهایت ازش لذت میبرید. در ضمن بگم شما هر غذایی که دلتون بخواد از هر جای دنیا یا هر غذای سنتی که دوست داشته باشید مربوط به منطقه‌ای باشه که شما قبلا سفر کردین، غذای خودی اسمش یادتون مونده، میتونین برای اینستاگرام ما @بهونه3 اونو بفرستین اسم غذا رو، یا ما در ارتباط باشین، نظراتتون رو حتما به اینستاگرام ما بگین، باعث خوشحالی ماست. ما اون غذا رو برای شما هم درست میکنیم از هر جایی که باشه. یا میخواین با ماده غذایی آشنا بشین که نمیشناسینش و دلشون میخواد بهتر باش آشنا بشین، میتونین از طریق اینستاگرام از ما سوال کنید، ما به شما 100% جواب میدیم. این غذا یه شاهکار ایرانی است و یه غذای فوق‌العاده عالیه. من بهتون حتما توصیه میکنم این غذای شاهکار و بی‌نظیر رو حتما درست کنید. ممنونم بیننده برنامه خودتون بودید و سپاس. خداحافظ.